الا بتأدیت حقوقه. خداوند از بندگانش راضی نمی شود مگر وقت راضی می شود که ما حقهای او را ادا کنیم. آره خدا حق دارد بالای ما و شما ده، زیرا این خدا بود که 2 قطره آب صورت زیبای انسانی داد. ببین این جوانای چون ماه خوشرو، این 1000 و 2000 جوان هستن، یکی به یکی مانند نیست. این نعمت است. همون خدایی که این زیباگی را، این جوانی را، این صورت خوشرو را به ما و شما داد، بالای ما ده حق دارد. این خدایی که این 2 چشم بینا را برای هر شما داد، الان نو یک جوانه از من التماس دعا کرد، باهاشان دعا کن که من برای چشمام طبابت کردن آمدم. ببین یک چشمش در کرده است، بیچاره چی سرسانی ها دارد. هر کدام ما و شما ده خداوند 2 چشم بینا داد، از ما یگان چی طلب نکرد، از ما یگان سنپل نگرفت. آیا خدایی که این 2 چشم بینا را داد بالای ما ده حق ندارد؟ خدایی که این گوش شنوا را برای ما و شما داد با او مرکبیاتش، که اگر او وزنین شود شما دکتر دوی میکنید، اگر او را به از کار برارد تمام دنیاتان صرف کنید نمیتونید شنواش کنید، مگر او خدا بالای ما ده حق ندارد؟ خدایی که برای هر کدام ما و شما عقل سالم داد، عقل رسا داد. ببین عقل که اندک یک حجیره مغز سر اگر خلالدار شود انسان زندگیش ویران می شود، جسدش ای کار می براد. دیوانه ها رو در کوچه می بینی چه حالی دارند. مگر او خدایی که این عقل سالم برای ما داد بالای ما ده حق ندارد؟ خوب این دست و این پا و این معده و این جگر و این گرده و دل ایناش اون طرف مونیم. هر کدام این داده خداست، هر کدام این نعمت است از جانب خدا برای ما و شما. انا همون خدا بالای ما ده حق دارد. از ما وقت این پروردگار راضی می شود که ما حقهاش ادا کنیم. ان الله لا یرضى عن عباده الا بتعدیت حقه. خوب همون حقها کدام است؟ عزیزا در کتاب ها میگویند یکم حقش شکر النعمه. حق اولی که خدا بالای ما دارد، باید نعمت های خدا دادگی ده ما شکر کنیم. یکی نعمت حیات و بعد شکرانین به جا بیاریم. یکی نعمت چشم، یکی نعمت گوش، یکی نعمت عقل سالم، یکی نعمت اعضاهای بدن سالم، یکی نعمت رزق و روزی. خلاصه نعمت های الهی را اگر ما یک به یک شمار کنیم شمار تمام نمی شود. خانه، همسر خوب، فرزندای خوب، کسب و کار خوب، ثروت و بایگری، هر کس به قدر استعدادش، همین این نعمت است که قرآن ده خدا میگه و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هر چیزی که شما خواست خدا میگه من به شما دادم. اگر این نعمت های من شما یک شمار کنید، تمام روز از صبح تا شام حساب کنی، اگر تمام شوی ندارد او. زیرا یک نفس انسان، یک نفسی که ما میکشیم برای ادامه حیاتمان، 2 نعمت دارد. سعد بزرگوار در آغاز گلستانش میگوید منت خدای را که انسان آفرید و هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. ببینیش سعدی بزرگوار میگه یک نفسی که خدا برای ما میتید 2 نعمت دارد. یکی فرو میبریم، نفس میکشیم، ممد حیات است، سبب ادامه حیات ما میشود، سبب دراز شدن زندگانی ما میشه. زیرا اگر ما نفس کشیده نتانیم، در حال چی از این دنیا پدرود میگیم و چشمون میپشه میبریم.
کسانی که به کسلی دم کوتاه گرفتار می شوند، نفس کشیده نمیتانند، ببینید چی حال تنگی دارند. بنابراین یک نفس فرو میبریم عمر ما درازتر بشود. شو همون نفس باز گشته بیرون میبراریم، اگر به اصطلاح امروزی شما بگویم اکسیژن فرو میبریم، هوای تازه را برای ادامه حیات ما. در داخل بدن او هضم میشود، باز مبدل به گاز کربن میشود، زهر خطرناک، او را بیرون میبراریم. سبب آرام گرفتنی چی بدن ما میشود. اگر نفس از داخل بیرون نبراد، ببین چی حیات برای من تنگ است. نفس گیر شویم، ببینید نفس اگر گرفتد محکم شود نفس من، جان من چگونه تنگ میکند. خدا پناهت. نفسی که برآوردیم بعد دل من سبک میشه، دوباره روح من سبک میشود. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و در هر نعمت شکر واجب. در یک نفس خدا برای ما دو نعمت داد، یکی نفس فرو بردن، یکی همون با گشته بیرون برآوردن. ببینید عزیزان من، انسان در یک ساعت چند قدر نفس میکشد؟ هر نفس یک نعمت است. در آمدنش و برآمدنش دو نعمت شد. در هر نعمت باید شکر خدا را گوییم. الحمدلله، هزار شکر که برای ما اکسیژن آماده کردیم، ما نفس میکشیم و باز راه برآمدن اون برای ما آسان کردی، با بیرونش میبراریم. یا الله، از دست و زبانی کی برآید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همان به که به تقصیر خیش عذر و به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. ببینید این قدر نعمتهای خدا زیاد است که ما او را نمیتونیم حسابگیری کنیم. وظیفه ما و شما چیست؟ شکر نعمت پروردگار کردن استیم. وقتی که ما صبح از خواب میخیزیم، اول کاری که باید کنیم چی است؟ طهارت کنیم. وقتی که طهارت کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم گفته، 2 رکعت شکر وضو خواندیم، سنت بامداد خواندیم و آمدیم مسجد فرض بامداد خواندیم، شکرانی این نعمت خدا را ادا کردیم. ببینید، هم شکرانی چشم ادا شد، هم شکرانی گوش ادا شد، هم شکرانی بدن ادا شد. بنابراین یکم حقی که خداوند بالای ما دارد شکرانی نعمتهای دادگیش هستی. غیر از این نعمتهای خوردن و نوشیدن و هر کدام اینها نعمت است. بنابراین وقتی که ما غذا میخوریم، آغاز غذا ده بسم الله الرحمن الرحیم باید گوییم. وقتی که غذا رو خورده تمام میکنیم، الحمدلله رب العالمین گوییم. این از شکرانی نعمت. دویم حقی که خدا بر بالای ما دارد بعد از ادای شکر این نعمت ها چیست؟ و حسن الصنعه، کار خوب کردن. باید بنده مومن در این دنیا یک کار خوب انجام دهد. کار خوب چی؟ کاری که برای فایده عائلش باشد، برای فایده محلش باشد، برای فایده جامعهش باشد، یعنی کسب حلال. هر کدام از ما و شما باید یک کسب داشته باشیم، خواه کسب خواندن و نوشتن، در مدرسه و مکتب ها تعلیم دادن، یا تجارت یا دهقانی یا حکومتداری، هر وظیفه که باشد این کسب است. باید بنده مومن کسب داشته باشد، لیکن در کسب خود باید بنده مومن صادقانه کار کند. کسب هم وقتی که به خاطری خدا باشد، وقتی که در او فریب و خیانت و پاره و رشوه نباشد، هر کسب عبادت هستیم. بنابر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حلالترین لقمه که انسان میخورد این همان لقمه است که با دستش کار میکند. با دستش که مثل شما تجارت میکند، مثل شما در ساختمان ها کار میکند، مثل شما دهقانی میکند، در عوض او درآمد دارد. ثانی او درآمدش قطعی روزگار
تأمین میکند. این بهترین کسب است. بنابر همین کسب کردن، کار کردن، این وظیفه هر مسلمان است. بچه های خوشرو، از همه تان خواهش میکنم شما بچه های زیبا هستی، کار یاد گیریتان، هنرمند شویتان، هرگز فریب کردن و دروغ گفتن یاد نگیری، هرگز دزدی کردن و راههای بده که سبب خجالت است اونها رو یاد نگیرید. خواه تجارت باشد، در تجارت اگر شما خوب کار کنید، راستگو باشید، فریبگر نباشید، خداوند در کسب شما برکت می‌دهد. حتی رسول اکرم تاجرهایی که راستگو باشند، در تجارتشان خیانت نکنند، در تجارتشان کسی را فریب نکنند، روز قیامت همراه پیغمبرها محشور می‌شود. تجارت هر قدر برکت شکم میکند فریب، قسمهای بر دروغ، خیانت کردنی در ترازو، اگرچه یک زمان شاید 10-20 زایدتر درآمد کنی، اما خدا وی برکتش میگیرد. ثروت و بایگری از بسیاری پول نمی شود، از برکت می شود. وقتی که بنده مومن حلال کار کند، 1000 سوم وی چینی 10,000 سوم برکت دارد. اما از فریب و از حرام اگر 10,000 درآمد کند، او چینی 100 سوم برکت ندارد، بین یک 2 روز تمام می شود. بنابراین عزیزان من، بچه های خوش رو در این جمع که باشه، اطراف شما خریدارای شما، مشتریای شما اگرچه مردمی غیر مسلمانند، برادرای روستانند، با اونها هم فریب گیرید یاد نگیرید، با اونها هم راست رفتار باشید، راست گفتار باشید. جوانای باشد که از اخلاق خوب شما، از آداب خوب شما، از معامله خوب شما، اونها از اسلام دوست دارند. زیرا این مردم نسبت به اسلام بعضیاش عداوت دارن، نفرت دارن، به سبب آنکه هر روز در گزیت و در تلویزیون و در فیلم ها اسلام و دشمنان اسلام به اونها سیاه کرد نشان میتین. وقتی که شما را بینن با این جوانی پاکیزه هستید، میزده نیستید، دزد نیستید، نشأمند و گرایینکش نیستید، فریبگر و حقارتکش نیستید، آداب خوب دارید، اخلاق خوب دارید، والله شما را دیده اونها اسلام دوست می‌دارند. دینی که این تو پیرو دارد، این تو پاکیزه جوانهای خوش اخلاق دارد، اونها حتما این دین احترام میکنند، اونها حتما این دین آهسته آهسته دوست می‌دارند، به این دین داخل میشوند. اگر شما دنیا را چشم گشاده ببینید، دولتایی که امروز دنیا ده هستند، خواه امریکا باشد، خواه اروپا باشد، خواه اندونزی و مالزیا باشد، هیچ کدام اونها با جنگ اسلام آوردگی نیستند. هیچگاه لشکر اسلام به اونجاها قدم زدگی نیست. همین اونها به سبب همین مهاجرهای کاری، به سبب همین تاجرهای مسلمان که با اونجا رفتن و در اونجا با اخلاق عالی خود، با آداب خوب خود نمونه شدن، با مردم آنجا همکاری کردن، آهسته آهسته مردم آنجا چی شدن؟ مسلمان شدن. با این یکی 90% مردمش مسلمان های. مالزیا که از قریب 80% مسلمان های. عزیزان من، که اونجا عرب ها رفتن، که اونجا مجاهدای اسلام رفته بودن، همش از روی اخلاقی خوبی مسلمان های همون زمان بود. بنابر اگر شما هم خوش اخلاق باشید، با آداب باشید، راستگو باشید، فریبگر نباشید، در کوچه ها که دیدید از خود کلان سالا را یا که جوان ها را السلام علیکم گفتید، همونها آهسته آهسته نسبت شما در دلاش هم محبت پیدا می شود. اونها شما را دوست می دارن. اونها همون دینه که شما را تربیت کرده است با این آداب و اخلاق، او دین دوست می دارن. از همین سبب دویم نصیحت من برای شما همین است که هر کاری که میکنید در او کارتان رفتار خوب داشته باشید. معنای حسن الصنیعه همین است. در او کارتان حلال کار باشید، خوش معامله و خوش آداب باشید. و دیگر حقی که خدا بالای ما و شما دارد و نصح الامه، نصیحت کردن، خیرخواهی کردن نسبت به برادران خود. عزیزان من، بچه های خوشرو، نصیحت این سنت پیغمبران است.
نصیحت کردن، راهنمایی کردن فقط وظیفه علما و پیغمبران نیست، وظیفه هر یک فرد مسلمان است. هر مسلمان وظیفه دار است باید که داعی به سوی خدا باشد، باید نصیحتگر باشد، مثل که پیغمبر بزرگوار نصیحتگر امت بودند، مثل که پیغمبر بزرگوار داعی به سوی خدا بودند، مثل که در هر عصر و زمان علماها نصیحتگر و داعی اند. هر کدام شما باید نصیحتگر باشیم. و نصح الامه، نصیحت کردنی برادرای خود. بنابر هر پدر و مادر وظیفه دار از خاندان خودش نصیحت کند، از همسرش سر کرده، به بچه و دخترش سر کرده، به نبیرهاش اونها رو نصیحت کند. چی نصیحت کند؟ اول نصیحت کند درباره آداب و اخلاق خوب، دوم نصیحت کند درباره دین و عقیده شان. بچه های عزیز، امروز جوانای ما را اخلاقش ویران شد ایستاده است. امروز جوانای ما میزده و گراین کش و دزدی و غارتگر شد ایستاده. سببش این است که پدر و مادر نصیحت نمی کنند. سبب این است که جامعه نصیحت نمی کند. همسایه به همسایه کار ندارد، اهل محله به اهل محله کار ندارد، خصوصا پدر و مادر نسبت فرزنداش پروا ندارد. امروز فرزندای ما را نصیحتگرشان تلویزیون ها شده است. امروز فرزندای ما را آداب آموزشان باغچه های با کودکانه است و تلسریال ها شده است. بچه دخترای ما را مگر از او آداب یاد میگیرند؟ از او یگان نصیحت میشنوند؟ نه، باید هر پدر و مادر اول ناصح باشد، بچهش فهماند چی حرام است در اسلام، چی حلال، چی اوبال است، چی ثواب. باید این از خردسالی بچه هاشان گفته ایستند. دیگر در باب ایمان و عقیده باید تأکید کنیم. امروز خیلی جوانای ما از عقیده دور شدند. آره خود دعوا میکنن مسلمان هستیم، اما مسلمان باید چگونه باشد؟ احکامای دینشان چی ها هست بسیارش نمیدانند. بنابراین عزیزان من، تأکید من برای شما همین است که شما را جوره باید رفیق شد، جورش نصیحت کنه. وقتی که خود مسجد بیای هستی، رفیق تو همکار مسجد نمی بیاد، آیسته آیسته او را نصیحت کنو، مثل خودت مسجد بیا کن. وقتی که خودت پاپیراس نمی کشی، ببینی رفیق تو جوره تو همکار پاپیراس می کشد، او را آیسته آیسته نصیحت کن، از این راه بد گردان. زیرا پاپیراس حرام است بچه های خوش رو، زیرا اونها در سلامتی تان ضرر دارد. در چند دام هایی که مهمانی دعوتون کردین، در همین جاها که دیدم در همون تبلیس ها نوشتگی که سیگارت زهر دارد، آدم میکشد. وقتی که همین عروس ها اینقدر احتیاط میکنند، باید شما مسلمان ها به طریق اولا احتیاط کنید، زیرا شریعت برای شما وی حرام کرده است. نصیحت کنید، باید او را از این راه باز داره. وقتی که میبینی برادرت عرقنوش است، نشأمند است، کوشش کن او را از این راه بازگردان. اگر با نصیحت شما، با راهبری شما یک آدم از راه بد بازگردد، والله ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کردن است. این ببینه یک رفیق اوباش تانه، یک رفیق میزده تانه شما با نصیحت کردن اگر اصلاحش کنه چی ثواب میگیره؟ حضرت علی پیغمبر خدا گفتند لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. اگر با نصیحت تو یک به نماز خوان شود، با نصیحت تو یک اوباش از اوباشی باز استاد، با نصیحت تو یک میزده از عرق نوشی باز استاد، توبه کند، ثوابش بهتر است از 10 اشتری در راه خدا صرف کردن، کشتن و صدقه کردن. بچه های عزیز، ما باید نسبت جامعه بی‌طرف نباشیم. اگر جامعه فاسد شد، خواهی نخواهی خاندان شما را سرایت میکند، خواهی نخواهی فرزندان شما را سرایت میکند. هر کدام ما باید اصلاح جامعه حرکت کنیم.
هر کدام ما باید اصلاح کردن دوستای خودمان در حرکت کنیم. روز قیامت دوست از بالای دوست شکایت دارد در پیشگاه خدا. بنابر کار کنید دوستیتان برای خدا باشد، دوستیتان برای خاطر اسلام باشد. این دوستی انشاءالله در این دنیا هم ثمره خوب میتید، فقط در آخرت هم یک دیگر مقام شفاعت میتید. بنابر بچه های خوشرو همیشه نصیحت کردن برای خودتان عادت کنید. بازم میگم اگر دیدی رفیقت پاپراسکش است، اول کوشش کن او را از این راه بازگردان. وقتی که میبینی نصیحت و تاثیر ندارد، قبولش نمیکند، حرکت که خود از وی جدا کن که مبادا زهرآلود نشوی. اولش که عیب است، جوانی که مسجدی است، جوانی که نمازخوان است، جوانی که عقیدی درست دارد و ایمان به خدا دارد، این گویا مثل یک آدم مسلح است، برای شخصی به عقیده تابع شود، صحبتی و این تابع خودش کند، اخلاقی و این تابع خودش کند، این عیب است. لیکن اگر مبادا احتمال است که در دام او افتی، کوشش کن از او خود نگه دار. یاری بد بدتر بود از ماری بد. عزیزان میگوید چگونه مار سبب هلاکت انسان است، زهرش ظاهرا ملایم است، دست بالاش دمون، لیکن نشکی زد آدم هلاک میکنه. به پرواگی کنی. ان همین رفیق میزده، جوری پاپراسکس، جوری نشعمند، جوری گیراین کش، جوری زناگار و قرتباز، آخر شما را مثل خودش رسوا میکند و خجالت زده میکند. بنابر کوشش کنه از رفیق بد خدا تا نگه داره. یا الله. بنابر رسول این پیغمبر خدا دوستها در روز قیامت و یک دیگر مقام شفاعت دارند وقتی که دوستیشان برای خدا باشد، وقتی که دوستیشان برای اسلام باشد. اما دوستیه که فقط برای دنیاست، برای پپراس کشیش، برای قرط بازیش، برای زنک بازی، این همین دنیا دم به یک دیگر نفرت دارن، پگه وقتی روز قیامت هم از یک دیگر نفرت دارن. بنابر وظیفه هر کدام ما و شما عزیزان من نصیحت کردن هستیم. ز صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، ز نیکان شهد و نوش از بد مخور تیر. آدم خوب باشد با او رفیق شو، با او جوره شو. من مسجد جای نصیحت شنیدن است. وقتی که پیش ملای محمدین آمده انشاءالله یک لحظه هم باشد، 5 دقیقه هم باشد، یک حدیث هم که برای شما گوید، این شما ده خیلی هم غذای روحی می شود، خیلی هم غذای معنوی می شود، شما را انشاءالله از چند راه بعد باز می گرداند. اما از این جدا شدی، از این مسجد دور شدی، از صحبت علما دور شدی، به رفیقهای قرطباز و نشعمند و گیراینکش جوره شدی، دان که او تو را زهرآلود می کند. ز صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، ز نیکان شهد و نوش از بد مخور تیر. که زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. از آدمهای پلید، از آدمهای بد اخلاق، از آدمهای اوباش رو گردان عزیز من، پیش آدمهای خوب رو، پیش آدمهای پاکیزه رو، پیش آدمهای مسجدی رو، پیش آدمهای خوش اخلاق رو. مثل اونها خوش اخلاق شو، مثل اونها مسجدی شو، هم سعادت دنیا داری و هم سعادت آخرت. یا الله. بنابر سعدی بزرگوار خدا رحمت کنه میگوید یاری بد بدتر بود از ماری بد. این یاری بد از مار زهرآلود هم بدتر بود. زنهار از قرین بد زنهار، و قنا ربنا عذاب النار. گلستانش در جاش هم یه نظم دارد. یعنی رفیق بد مثل آتش از آدم می سوزاند، مثل کمر از آدم سیاه میکند، خجالت میکند. بنابر از اونها خودتان نگه دارید. خدا رحمت کنه. مولانا رومی هم میگوید صحبت عاشق تو را عاشق کند،
صحبت فاسق تو را فاسق کند. ببینی عاشقا جوانای پاکیزه، خوش اخلاق، با آداب، صاحب علم و معرفت، جوانایی که کسب حلال میکنن، جوانایی که وقت عبادت شد مسجد میبیاین، اینها را عاشق میگن. اینها هم کار دنیاشان میکنن، هم عبادت خداشان میکنن، هم از نعمتهای حلال خدا استفاده میبرن، هم از حراماش خداشان نگه میدارن. اینها دوستای خدا هستند. صحبت اینها انشاءالله شما را دوست خدا میکنند. اما صحبت فاسق، صحبت آدم های بد اخلاق و میزد و اوباش و زنک باز شما را مثل خوشانچی اوباش و فاسق و بد اخلاق میکنند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. در جای دیگرش عطارم خدا رحمت کنه، رفیق خوبه، دوست خوبه تشبیه میکنه به دکان عطر فروش. دوستی بده تشبیه میکنه به دکان آهنگر. هر کی با عطار گردد قریب، او همه یابد زیبوی خوش نصیب. هر کی گردی کرهی انگشت و گشت، جامه با دود و سیاهی زیشت گشت. بنابراین بچه های عزیز، وقتی که ما یکدیگر را نصیحت کردیم، غم یکدیگر ما خوردیم، اولش جامعه ما اصلاح می شود. دویمش ما حقی پروردگاره که بالای ما در نصیحت کردن برادر و نصیحت کردن خاندان و نصیحت کردن امت بود ادا کردیم. پروردگار اون وقت از ما راضیش می شود. خدا از بندش راضی شد، مکافات او بستانسرای جنت است. خدا از بنده اگر راضی نشد، بداند که پگه انتقام سخت از این بنده میگیرد. خدایی که برای ما اینقدر نعمت داد، ما شکرانی بندگی او را ادا نکردیم، البته او انتقام از ما میگیرد. بنابر خیال نکنه که رحمت خدا وسیع است، خدا بخشنده است، همه گناه را می بخشد. گفته خدا تسلی نتید از زان من. آره خدا بخشنده است، خدا را رحمتش وسیع است، لیکن برای کسانی است که او خدا را دوست می‌دارند، او خدا را میشناسند، او خدا را امر و فرمانش به جا میبیارند، او خدا را اطاعت میکنند، نمازاش میخوانند، لیکن گاه شیطان فریبش میکنه. یکی ببینید یک راه بد درفت، بعد از رفتن پشیمان میشه و خجالت میشه و توبه میکنه. انه برای این خدا بخشنده است. برای کسی که از شب تا سحر، از سحر تا شب پروا نکرده گناه کند، پروا نکرده نماز نخواند، خوش خجالت نداند، چگونه خدا برای وی بخشنده است. شما خودتون یک بار تصور کنید، این وسوسه شیطانی است. خدا در قرآن میگه این رحمت الله قریب من المحسنین. آره رحمت من خیلی هم وسیع است، لیکن برای بندگان نیکوکارم است، برای بندگان خدا ترسم است. بنابراین عزیزان من، بچه های خوشرو، بازم میگم وقتی که بنده امر و فرمان خدا را به جا بیارد، شکرانه این پروردگار ادا کرد، مکافات او بستانسرای جنت است. این دنیا را جوانیش روز پیری دارد، شادش غم دارد، خرسندیش ماتم دارد، تن صحتش بیماری دارد. ببینید یک هفته در روز شاد و خرسند میگردیم، با میبینی یک تشویش و غم بالاتان دامد، چند روز عصباتان خراب بشود. یک سال و 2 سال تن صحت خوش رو میگردیم، میبینی یکی به اختیار یک جوان درد پیدا که خمان خبر نداریم. دکتر میره میگه که قندت 25 شده است و 15 تلخ کف بشی. آخرش بیماری دارد، بایگریش کمبغلی دارد، حیاتش مرگ دارد. گفته حضرت مولوی که نه لایق بر غرور است و نه عرض اعتمادی ها. یعنی این دنیا لایق آن نیست که برای وی شما آخرت تان برباد دهی. این دنیا اونقدر نمی ارزد که برای وی شما خدا را از خود ناریضا کنی. این دنیا اونقدر قیمت ندارد که شما به خاطر این خودتان به لعنت خدا و به عذاب خدا گرفتار کنی.
حیاتی 20 روزه دارد یا 25 روزه، یا 20 ساله دارد یا 25 ساله. برای این شده حیات ابدی تان نسوزانید. خداوند برای بندگانی که 5 وقت نمازشان میخوانند، شما جوانای عزیز رمضان مبارک روزه میگیرند، از حرامهاش خوشان نگه میدارند، بستان سرای جنت آماده کرده است. جنت جاودانی، جنتی که دیگه جوانش پیری نداره، شادش غم نداره، خرسندش ماتم نداره، تن صحتش بیماری نداره، بایگریش دیگه کمبغلی نداره، پادشاهیش گدایی نداره، حیاتش مرگ نداره. او بهشت پاداشی ان همین بندگی هاست، پاداشی ان همین رفتار خوب شماست در پیشگاه پروردگار. بنابر بچه های عزیز تأکید کنید نمازاتان خانه بشن. این دنیا رو ببینید، همه شما زحمت داره، هیچ کدام شما راحت نداره. از صبح میخیزید تا شب خسته میشه، کار میکنید در زیر آفتاب گرم و در خنکی های سرد و مشقت میکشه، کاری کنید که این مشقت شما آخرتتان هم برباد نتید. عاقل آدمی که خوب با فراست است و با اندیشه کار میکند که هم دنیاش آباد میکند هم آخرتش. دنیاش آباد میکند با کسب حلال، با کار کردن، با ثروت و بایگری جمع کردن، با خانه خوشرو، با ماشین خوشرو سوار شدن، با لباس خوشرو. این شریعت من نمیکنه، رخصت است. آخرتش آباد میکنه با بندگی کردن، با خدا شناسی کردن. گفتی شاعر کی بنیاد عمر بسته به موی هوش دار. همین عمر انسان مثل در یک مو بستگی است، یک لحظه اگه میبینی نیست. یا ماشین میزنه خبری مردش میفرایی، یا در آب غرق میشه خبری مرده رو میفهمی، یا یکی سوید میزنه خبری، یا یکی از بالای امارات آتش میزنه خبری مرده. هر روز تابوت رفته ایستاده، هر روز جنازه خواند ایستادیم. یا سکته قلبی است، یا یه حادثه ناگهانی است. امروز واسطه های مرگ آنقدر زیاد است که دیگه شمار کردش نمی شود. بنابرای شاعر هوایی میگد بنیاد عمر بسته به موی هوش دار، غمخواری خیش باش غمی روزگار چیست. غمی خود هم خور، غمی قبر هم خور، غمی آخرت هم خور، همیشه غمی روزگار نخور. وقتی که 8 ساعت برای روزگار تو دنیا کار میکنی، 1 ساعت برای خدا کار کن، 1 ساعت برای آخرت هم کار کن، تا اینکه دست خالی نروی پیش خدا. از مثل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم عاقل کی را میگویند، دانا کی را میگویند، زیرک کی را میگویند؟ گفته از ایشان پرسیدند، حضرت گفتند عاقل کسی است، دانا کسی است، زیرک کسی است که مرگ همیشه یاد میکند، مرگ فراموش نمیکند. آره، مرگ یاد کردن این نشانی فراست است، نشانی عاقلی است. زیرا او بیخبر می بیاد، او ناگهان می بیاد. همون جوانایی که با حسرت تابوتشان میبرن، هیچ کدام اینها مردنی نبودن، لیکن به اختیار می شود. بنابر انسانی که مرگ یاد کند به گناه نمی رسد. انسانی که مرگ پیش روش باشد او عرق نمی نوشد، او زنا نمی کند. شاید بگه همین عرق نوشیدم همون لحظه که مرگ بیاد و من از این عالم مست و الست پیشگاه خدا روم، چی خجالتم. بنابر او این کار نمی کند. بنیاد عمر بسته به موی هوش دار، غمخوار خویش باش غمی روزگار چیست. بنابر عزیزان من، بچه های خوش رو، نمازاتان خانه. نماز این راز بنده مومن با خدا هست. نماز رابطه مخلوق با خالقش است. واللهش اگر شما نماز خانه با خدا رابطه داره، با خدا راز نیاز میگویه،
وقتی که شما نماز خانه شهادت نامی مسلمانی داره، وقتی که شما نماز میخوانه انشاءالله شما قبرتانم پر نور است، پگر روز قیامت تانم آباد است. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز رکن اساسی اسلام بعد از گفتن کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اعلان کردند. بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، ببینه، و اقام الصلاه، نماز خواندن است. روز محشر که جان گداز بود اولی پرسش از نماز بود، پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشد توفیر. عزیز من، نسبت نماز بے پروا نشو. در چهار کتاب میگه کار دنیا را کار آخرت مقدم بر کار دنیا کن. این صاحب چهار کتاب عطار هم خیلی ما و شما را نصیحت میکنه. غمی دین خور که غم دین است، همه غمها فروتر از این است. غم دنیا مخور که بیهود است، هیچ کس در جهان نیاسود است. ببینه انشاءالله که اگر شما نمازاتان خانه، بازم میگم مکافات نماز بستان سرای جنت است. بچه های زیبا، شاید شما خودتان تسلیتی که حالا ما جوان هستیم، حالا ما بچه هستیم، حالا عمری در پیش داریم، پیر که شدیم رنگی باهایشان باری بند نمازخوان بشیم، پیر که شدیم بعض این کارها توبه میکنیم، پیر که شدیم به مسجد میبیاییم. الان جوانی غنیمت است، معیشت کنیم، راحت کنیم. بعضیا با همین خیالهای فاسد خوشان فریب میدهند. شیطان اونها رو یاردم میکند، شهوت اونها رو یاردم میکند، از خدا بنابر غافل میشوند. یکی میبینی مرگ آمد و بردشان دست خالی و خجالت رفتن. این راه دور و دراز قیامت دست خالی رفتن خیلی هم شرمندگی است. برای یک سفر از یک رایان به رایان دیگر حتما آماده سفر میشیم، حتما بلیط میگیریم، حتما لباس یک قبط دو قبط برای پوشیدن میگیریم، مگر سفر آخرت به توشه میشد رفت. عزیزان من، توشه آخرت اونجا پول بکار نمی رود. توشه آخرت ایمان به خدا هست، 5 وقت نماز خواندن است، رمضان مبارک روزش گرفتن است، از حرام های خدا خطان باز داشتن است. به حضرت مولوی جنون ما و شما را نصیحت میکنه برای همون جوانایی که فردا و پس فردا توبه میکنه. میگه حضرت ایشان نصیحت کرده، چی میگوید؟ مگو ای تشنه فردا آب نوشم. ای عزیز من، ای بچه خوب، نگو پگه پیر شوم بند نماز خوان بشم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. پیر شدم بند نماز خوان. ببین در بین شما ایگاه پیر من نمیبینم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. به بوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. خیلی جوان ها زمین سجده نکرده رفتن. خیال میکنی که مرگ اونها آسان است، خیال میکنی که اونها مردن و به همین خلاص شدن. نه، چی خجالتی هستن اونها در پیشگاه خدا. وقتی که خدا او رو حاضر میکنه که جوانی 20 ساله خیکنی، من تو این از 12 سالگی این جانب تکلیفی بندگی کردم، این 8 سال عمرت در کجا صرف کردی؟ او چی جواب میتید؟ در پیش یک مفتش و یک چیز جواب داده نمیتانی، در پیش خالق آسمان و زمین چی جواب میتیم؟ بچه های خوش رو. یا الله، به بوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادا که به طاعت بمیری، ز نخل باغ عمرت بر نگیری. شاید همین
از شهر شما هم چقدر جوانا حسرتی تابوت رفتن. شاید هر ماه و هر هفته یه جوان حسرتی رو روان میکنه، اما از مرگش عبرت نمیگیره. نمیگی که هم با امید آمده بود که یه پول کار میکنم و برای فرزندام ذخیره میکنم، اما تابوتش رفت و فرزنداش با آب دیده پیشوازش گرفتن. خدا همتان نگه دارم. یا الله. ببوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادا یکی به طاعت بمیری، مبادا یکی به طاعت بمیری، ز نخل باغ عمرت بر نگیری. عمر انسان مثل درخت عزیزان من، درخت میوه‌دار صاحبش تربیه میکنه، بانش میکنه، آبش میتیه، اما درختی به میوه را حرش میکنه، میدهش میکنه، علاوش میکنه. عمری که در وای طاعت خدا، عمری که در وای کسب حلال، عمری که در وای آداب و اخلاق نباشه، مثل درختی به حاصل است، آخرش هیزم دوزخ است. بفرض گر رسی در پیری ای یار، بفرض گر رسی در پیری ای یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار. خوب اگه فرض کردیم جوانای خوب پیر شده، من 60 رفته رنگی من بارین، یا 70 رفته بعد توبه کرده بس کرده کن. مگر آدم 70 ساله دیگه مثل شما جوانا بارین به حضور طهارت کرده دویده مسجد رفته میتونه؟ موسفید 70 ساله مثل شما طهارت کرده نماز پریده راستا خستش به حضور خوانده میتونه؟ نه دیگه نمیتونه. قامت پیر باری تکلیف بندگی رو برداشت نمیتواند. بنابراین به بوی پیری نشه. اولش که به پیری رسیدن گمانه، زیرا همون خدایی که ما و شما را به اختیار به این دنیا آورد باز ناپرسیده میبرد. از تو نمیپرسد، از من نمیپرسد. به پیری رسیدن گمان است. اما اگر رفت و فرض کردیم به پیری رسیده، من 70 و 80 رفته، اما دانه که قامت پیر باری وزنین تکلیف بندگی رو برداشت نمیتونه. طاعت پیری مثل کاسه شکستی قداغ کرده است. اون یک کاسه رو شما شکنه قداغش کنه با تنکه بازار بره، هیچ کس نمیخردش. باور کنه به پول هم تایی نمیگیرنشن. که انسان هایی که در 70 و 80 بعد توبه میکنن نمازخوان میشن، والله مثل نوای است. خدا میدونه قبول میکنه یا نه. اما طاعت جوانی مثل کاسه نو است، بازار به هر که میخردش. باید این فرق کرد. از مثل پیغمبر خدا جوانایی که در جوانی بازگشت به خدا دارند، اونها رو مکافات اعلان کرده است که خیلی قیمت بهاست. ببین چی مکافات. حضرت سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه از بندگان خدا روز قیامت در زیر سایه عرشند. روز قیامت روز سخت است، روزی که پدر از پسر میگریزد، مادر از دختر میگریزد، شوهر از همسرش میگریزد، همسر از شوهرش نفرت دارد. ان همان روز این 7 گروه در زیر سایه عرشند. یکی از اونها را پیغمبر خدا گفتند شاب نشأ فی عبادت الله. این 6 گروه دیگه انشاءالله فردا صحبت میکنم. یکی از اونها جوانه که در جوانی هم مکتب میرده هم مسجد، در جوانی هم دانشگاه تحصیل میکند برای کسب کمالات، هم مسجد میره با خدا مناجات میکنه، راز میگوید، ادای عبادت میکنه. در جوانی هم وظیفه های مسئول حکومتی ده کار میکنه و
هم عبادت خدا میکند، مثل شما هم تجارت میکند و هم وقتی نماز شد مسجد میره نماز جماعت میخواند، مثل شما در ساختمان ها کار میکنه، وقتی نماز شد لباس کاش میکشه، 1 ساعت هم باشه طهارت میکنه نمازش میخوانه. این جوانی که در جوانی خدا را همیشه پیش رو میداند، جوانی که در جوانی همیشه مرگ یادش نمیارد، جوانی که در جوانی از عذاب خدا میترسد، جوانی که در جوانی از رحمت خدا امیدوار است، در جوانی آب دیده دارد. این جوان رسول اکرم بشارت دادند که روز قیامت همه در حساب و کتاب است. در آن روز دهشتناک این جوان خدا میگه رو در زیر سایه عرش من تو دم گیر، همراه با بندگان خوب من داخل بهشت شو. جوانی گفته عزیزان من، عزیزا از 16 تا 36 میگن، 20 سالی که خیلی 20 سالی دیوانگی است و 20 سالی شیرین عمر است، این جوانی میگویند. در این ایام اگر شما خودتان کنترل کنه خوشا به حالتان، در این ایام خودتان شما به دست گیره برای شیطان و شهوت نروی، مبارک به شما باد. بنابر رسول اکرم گفتند من دوست خدا هم، جوان پاکیزه هم دوست خدا های. شاید شما سوال تی که با ایشان ما نادانسته تا امروز اکثر کارها رو کردیم، سرتاپا گناهگاریم، آلوده ایم، گناهی نبود که نکرده باشیم. این جامعه که شما در روز زندگانی دارید، هر ساعت ممکن است شما یک گناهی کبیره مرتکب شوید اگر خواهید. اگر خدا به فضل شما را هدایت نکند، هر ساعت هر نیم ساعت ممکن است یک گناهی کبیره مرتکب شوید. شاید شدید. در این بین شما هستن فریب خورده ها، فریب شیطان، فریب شهوت، فریب نفس، فریب دنیا را، فریب طول عمر عالم جوانم. چی کار کنیم؟ عزیزان من توبه کنیم. در توبه الان کشاده است. خداوند توبه را از بندگانی که پشیمان شدن از گناهاشان خصوصا در ایام جوانی زود قبول میکنند. توبه جوانی والله محبوب تر است در پیشگاه خدا از توبه وقت پیری. توبه کنه. عرق نوشیده باشیم، زنا هم کرده باشیم، نشه و گرایی هم استفاده برد، دزدی هم کرده باشیم، آدم کشی هم کرده باشیم، الان فرصت داره توبه کنه. خداوند توبتان قبول میکنه، زیرا او خودش امر کرده ما و شما را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. بازگشتی به سوی من کنه، از گناههای کردگیتان از روی نادانی پشیمان شده توبه کنه، بیایه به سوی خدای مهربان خود، من توبه شما را قبول میکنم. با یک توبه رود 100 ساله عصیان، بشوید جرم او را بحر غفران. یک توبه صادقانه، البته بازم میگن توبه باید جوان مردانه باشد، توبه باید صادقانه باشد، نه این توبه زبانی و با پگاه کشید بازم قفاش رفتن گیری. نه، این توبه شویندی همین گناه هاست. رسول اکرم ده التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کنندی از گناه، پشیمان شوندی از گناه مثل کسی است که گویا هرگز گناه نکرده باشد. وقتی که بنده مومن از صدق توبه کند، از تحت دل توبه کند، خداوند مفتشاش میگفته دلای جنایی او که گناهاش نوشته گسته روز به روز، چسله به چسله، ساعت به ساعت کورشان کنی. بر روز قیامت که میخیزی دل رو میکشد هیچ گناه نیست. یا الله چه سعادت است، چه خوشبختی است وقتی که بنده بازگشتی به خدا کند. خداوند بخشنده گناه است. عزیزان من توبه کنه، گناهتان خدا میگذرد.
بعد از توبه کردن طهارت کنه، 2 رکعت نماز خانه، این نماز استغفار میگویند. در این نماز بعد از نماز دستکاتان برداره، دعا کنه خدایا من گناهگار هستم، من از روی نادانی شب یا امروز همین کار کردم، خدایا پشیمانم، من طاقت عذاب تو ندارم، گناه من گذر. والله خدا گناهتان میگذره. خداوند توبه پذیر است. و یک توبه رود 100 ساله عصیان، بشوید جرم او را بحر غفران. در دیگر جا شاعر مناجات میکند از زبان پروردگار: کوه کوه از گناه داری، مشو ناامید از او، ناامید نشو، و توبوا الی الله جمیعا. خداوند در آیه دیگه میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناه رو خدا میگذره وقتی که بنده از صدق پشیمان شه و توبه کنه. لیکن توبه رو فردا و پس فردا نگویی که پگاه توبه میکنم، نگویی که ماه رمضان آینده بیاد بعد توبه میکنم. توبه را فردا گذاری، عمر فردا را کی دید. یا الله، یه حکایه به یادم آمد، حکایه میکنن در مصر یک جوان میگه در یک مسجد مؤذن بود، همیشه اذان میگفت، خیلی هم صوت خوب داشت، آواز خوب داشت. یک روز میگه بالای مناره اذان گویی برآمده ایستاده بود که در صحن حولی همسایه یک عیال خیلی زیبای مسیحی نصرانی بود، یکی با همون لباس مسیحیان، دستاش لچو، سرش لچو، پیشی برش لچو، چشمش افتید. شیطان بدبخت این جوان فریفته کرد، محبت همون زن در دلش پیدا شد. از آن هم نگفت، فر آمد رفت، درش تق تق کرد، آمد گفت چی میگی؟ گفت من شما را دوست داشتم و میخوام با تو ازدواج کنم. گفت تو مسلمانی، تو معزنی مسجدی، ما مسیحی هستیم، پدر و مادر ما نصرانی هستیم، هیچگاه پدری من تو رو قبول نمی کند، اگرچه جوان زیبا هم که باشی. من از دین خود شوهر میکنم، از غیر دین خود کسی رو نمیگیرم. این شیطان که کور کرده بود چشماش، جمال او، گفتی امروزه فیگوری او رو مفتون کرده بود، گفت که خوب خواهی من دین شما رو قبول میکنم، انده راضی شو و من ازدواج کرده نه. خوبش گفت که پدرم بیاد پیش پدرم ده دین ما رو قبول کن، من راضی میشم. گفت یا الله. پدرش هم ساعت پس دختر به پدرش گفت که همین بچه من بسیار دوست داشته است، میخواه به من ازدواج کنه. پدرش گفت که آخه این مسلمان است، من مسلمان دختر نمیتونم